سید ظهیرالدین مرعشی یکی از سیاستمداران و دانشمندان ایران است که به سال 815 یا 817 هجری قمری در آمل دیده به جهان گشود. چنان که رجالشناس نامی مرحوم حضرت آیت الله عظما سید شهاب الدین مرعشی نجفی در یادداشتی تبارنامه مرعشیان آورده، نسب وی با چند واسطه به امام زین العابدین علیه السلام میرسد. سید ظهیرالدین علاوه بر این که از سیاستمداران زمان خود بوده، یکی از نویسندگان توانای عصر خود نیز به شمار می رفت. او دو اثر عمده به نامهای تاریخ تبرستان، رویان و مازندران و تاریخ گیلان و دیلمنستان دارد که در واقع این دو اثر مکمل یکدیگرند و جزء منابع معتبر مربوط به تاریخ سادات مازندران و گیلان محسوب می شوند. او در آثار خود از اصطلاحات و عباراتی سود می جوید که حاکی از بینش شیعی وی است. آثار او به جهت اهمیت مطالب تاریخی از همان ابتدا مورد استفاده تاریخ نگاران بوده است. وی در سال 877 هجری قمری از جانب کارکیا میرزا علی جانشین کارکیا سلطان محمد به سپهسالاری ولایت گرجیان منصوب گردید و تا آخر عمر در همان رتبه و منصب باقی بوده است. این مورخ برجسته سرانجام به سال 892 هجری قمری دیده از جهان فرو بست.